برگشتیم با یه ویدیوی جدید کاملا متفاوته. این ویدیو این سری درباره جی تی ای هست ولی کلا فرق میکنه. اگه اصلا تا الان حدسی زدید همین الان تو کامنت ها بنویسید. الان اومدیم از اون اول تا آخر جی تی ای رو آموزش بدیم. حالا اول تا آخر نه و مرحله سرقت از بانک رو رد کنیم. حالا این جی تی ای نسل نهم واسه ایکس باکس به اسم جی تی ای آنلاینه. خب و این الان من دارم جی تی ای آنلاین رو بهتون توضیح میدم ولی مثلا جی تی ای آفلاین کلا فرق کنه. اون نسل هشتمیه. بعد این یه چیز خوبی که داره همه چیزش هست چون نسل نهمیه، همه قابلیتاش فعاله و اون صفحه لودینگش اونقدر طولانی نیست. اصلا یه دونه است. اینجا میاد این صفحه واسهتون باز میشه. من که ایکس باکس هم یه ای میزنم، 2 تا آر بی واسه دوستان پلی استیشن دار، آر 1 2 تا، یه زبدر واسه من ایه. اینجا الان میری تو بازی. این صفحه لودینگش کلا نمیقدره. حالا یه موقعی شاید 2 تایی بده ولی همینه. چرا نوشتش نمیاد؟ خب بچه اینجا مرحله سرقت از بانکه. دقیقا اولین مرحله بازیه. اینجا بهتون یاد میده که بخوام باید. خب بچه من اینجا خیلی حرف نمیزنم، فقط مثلا یه سری چیزا رو که واسه کسی که تازه واردن میگم که از اکسپلور میدن. کسی که حساب دارن دیگه بلدم ولی کسی که از اکسپلور میاد اینجا اگه پلی استیشن L2 اگه ایکس باکس LT نگه میدارید نمیزنید به شما وگرنه اگه بمیره بازی تموم میشه. بمیره اصلا چیز میشه، میجن فیل میشه. برو تو. بچه اینجا هنوز اصلا قابلیت L1 و اینا هیچ فعال نیست. LB اینجا دیپد بالا رو میزنید گوشی واسهتون باز میشه. اون دکمه ها مثلا کسی که نمیدونن دیپد چیه، اون دکمه بالا رو میزنید. اگه پلی استیشن زبدر، اگه ایکس باکس 2 تا ای میزنید، 2 تا زبدر میزنید. این الان بمب اینجا میترکه. بچه اگه شنید مثلا جی تی ای تو 10 دقیقه تمام کردم، من همشون رو تست کردم. تقریبا حرف الکیه. اینجا بودید برید اینجا. خب اینجا بچه از این اول پولا رو جمع کنید که پول بیشتر داشته باشید. اینا همه رو جمع کنید. بعد میاد اینجا پولا رو فکر کنم مایکله، همه رو بردارید این طره بره. این الان مایکله، همه رو بردارید جمع کنید و الفرا برو دیگه. بچه اینجا که پلیس میاد، پلیس میگیرتون اینجا. این ماسکشو برداشت. این فیلمش اینجا متاسفانه اسکیپ نمیشه. اینجا دیپد پایین رو نگه میدارید، دکمه پایین رو نگه میدارید، میاد روی ترور با همون آر اینو میزنید تمام. این میگیرید میزنید هدشاتش میکنید. حواستون باشه به مایکل نخوره. بریم. بعد بچه اینجا بهتون میگه برید کاور بگیرید. بیاید اینجا پیش این جبه ها یه آریه که آرمی بزنید اینجا کاور میگیرید. الان میره بوم میذاره درو میترکونه. بعد برید به جنگ پلیسا. بودید برید به جنگ پلیسا. بچه اینجا همینجوری همون اول بزنید تا آخرش. هیچ ماشینی هم از پلیسا اینجا متاسفانه نمیتونید بدزدید. بچه من اینجا چرا نشد؟ مثلا من اکثر مواقع سویش میکردم رو مایکل، مثلا این شخصیت هم عوض میکردم. میر دیگه داداش. اینجا اصلا بهتون یاد میده. به اینجا
بزنیدش. اینجا الیک کار میکنه ولی فقط کلته و این و فقط فرار کنید اینجا، فقط بزنید. بودید برید. بودو بعد بچه ها اگر که فکر کنن آره واسه ایکس باکس بی واسه پلیستیشن دایره رو بزنید ریلود میکنه خشابتون رو. الان میرید سوار ماشین خودتون میشید. ماشین آفرود پاتروله. کش دادمون. ببین نداره بازم میریم معینش نیستیم که مثلا وقتی میبینیم اسکیپ کنیم. اینجا هم یه ای بزنید یا زبدر چیز میشه. بعد اسکیپ کردن مراحل چک پوینت هم بهتون یاد میدم. این رو همینجوری بزنید اول. بچه اینجا خوبه دوشگاه داشته باشی، خیلی خوب میشه. برو. اینجا کاور بگیرید دوباره کشتنون. اینجا بچه به نظر من کاور بگیرید، نذارید تا بکشنتون. کاور بگیرید تا این رد شه. الان اینجا من یه کاور میگیرم با همون جوری که بهتون یاد دادم با R1 یا R2. R1 واسه پلیستیشن من میگم. بعد بچه خود بازی هم این چیزی یادتون میده ها. اون بالا گوش سمت چپ بهتون یاد میده. خب الان میگه get to the car. بس سریع برید سوار پاترول خودمون بشیم. بچه های عزیز زدنشون. این پاترول است. بابا مگه نمیگه سوار ماشین شو بیا. نه الان میکشمش. برو بوده سوار ماشین شید. اینجا یه چند نفر میاد. اینجا رو بزنید بکشیدش. بعد بچه اگه 3 بار ببازید بهتون اسکیپ میده. واسه ایکس باکس با ایکس، واسه پلیستیشن با مربع. مثلث بزنید سوار ماشین میشه، یا وای واسه ایکس باکس بزنید سوار ماشین میشه. راه افتاد. حالا بچه بعد یه چینه من وقتی دارم میگم که احتمالا آخر این سال GTA 6 بیاد. بعد هم اوایلش میاد. ببین نداره ولی دیگه شاید یه سری تازه وارد باشن مثل خود من. و بچه اینجا بهتون مثلا تقلب کردن یا اسکیپ کردن بهتون یاد میدن. حالا این مرحله نه، مراحل بعدی ویدیوهای بعدی رو هیچ وقت دست ندید. خب اینجا بهتون اون بالا میگه که چی کار کنید. بالا سمت چپ بهتون میگه به چپ کردید. بچه ها L1 یا LB رو بگیرید. با RB شلیک میکنه، با L1 یا LB نشونه میگیره. تا نشونه نگیرید نمیشه. یعنی الان اگر که RB تنها رو بزنید دستی میکشه. اینجا قطار میزنه بهتون نمیشن کارش کرد چون یهو میشه فیلم. بچه ها ویدیو 9 دقیقه شده. بعد سر 14-15 دقیقه اینو تمامش کنیم سریع. من فیلم رو به خاطر همین اسکیپ میکنم که سریع تمام شه، سریع اصلا کار جمع شه. اینجا این یارو میاد با اسنایپ میزنه یکیتونو. یه اینم نمیشه کارش کرد. این مرد دیگه بنده خدا.
الان مایکل هم زد، دست مایکل هم نه، سینه مایکل هم زد. این ترور چقدر حد میزنه با شلیک کن دیگه، تعارف میکنی چرا؟ خب اینجا همون روش قدیمی، بزنید فقط بزنید. SMG هم اینجا دارید، SMG بهتره. SMG کوچولی به نظر من سرعتش بیشتره. حالا سلیقه من به نظر خودم میگم، حالا یه نه کامنت ها ترور کنید بگید نه کلاش اینجوریه اونجوریه، نه من به نظر خودم میگم، حالا نه بگید کلاش و کلت و اینا هیچ. اینجا سریع میاد یکیو گروگان میگیره. بچه احتمالا این ویدیو 17 دقیقه بشه به نظر خودم، یه 20 دقیقه 22 دقیقه شد. اینجا فکر کنم میان خاکسپاری یکی از پلیسا یا خاکسپاری اون کسی که مرد. بعد اینجا هم باز فکر کنم نشه اسکیپش کرد. بچه ها فیلم اسکیپ کردنش با زبدر یا ایه، یه بار بزنید میره، الان نمیره این. بچه حالا اگر که شما خواستید فیلماشو میتونید ببینید، ولی من مثلا رد کردن مرحله رو بهتون یاد نه، فیلمشو خواستید ببینید نخواستم اینو من اسکیپ کنید. من بخاطر اینکه ویدیو طولانی نشه اینو سریع میزنم تا بره. اینجا داره بازی رو فکر کنم اون پایین مثلا سازنده بازی رو معرفی میکنه. خب اینجا همه چی رو میاد بهتون، مثلا بازی اینجا اسمشو میگه نویسه. حالا نمیرم الان این ولی میدونم اسکیپ میشه، این چند بار دو سه بار ایو بزنید اسکیپ میشه. اینجا با فرانکلین میاید یکی هم ماشین رو انتخاب کنید، هیچ فرقی نمیکنه. من خودم همیشه قرمز رو انتخاب میکنم. بچه اینجا هم که لامار میفته جلوتون خیلی بد رانندگی میکنه، حتما باید تصویررسانی کنید. تو ویدیوهای قبلی گفتم ولی الان میگم ال و آر یا ال3 و R3 رو با هم نگه دارید فقط به فرانکلین جواب میده، ترور هم جواب میده، ولی مایکل رو بعد انگار کد بزنید. این رفت. حالا من قبلا میزدم این میشه، الان هر طور میکنه نمیشه. الان شد. اینجا اون بالا خودش بهتون میگه دیگه. خیلی بد رانندگی میکنه، ولی دست فردنش خوبه دیگه. انگار کورس انداخته با ما. و بچه اگر که گمش کردید میتونید از روی مپ هم ببینیدش. هی میزنه جلو. اینجا بهتون میگه که چیو بزنید دستی میکشه.
بچه ببخشید من اینجا حالا یه موقعی بد رنگی میخونم به در و دیوار. بدو آیا بچه خدا رو شکر نامرم این بر میخواد برم ناش بچه اون پایین نگاه کنین اون زرده اون الان تموم شد الان ولی سری شارژ میشه خدا رو شکر سری پر میشه. این زاویه دورینم پلی استیشن تاچ پد ایکس باکس دکمه ویو یا اونی که دوتا مربع داره. بچه اینجا سری دلهایی بزنید مثلا همین حرکت رو رسته کنید سری برسید سرعت زیاد میشه اینجا الان اینجوری زیاد میشه ولی اونجا اصلا همینه. دستی نکشید بچه حالا اگر که واسه سوال شده من چرا چیتر رو واسه اسم کانال با آی زدم اینه که من مخصوصا زدم و اگر که با ای و ای میزدم خیلی مثلا واقعا میشه چیتر ولی من اینو مخصوصا زدم چون هم چیترن و همه کارا رو میکنیم مثلا یه لقب بشه فهمیدی چی میگم؟ رسیدیم. حالا بچه ها بدترین قسمتش اینه که بعد از پلیس فرار کنید. من از پلیس فرار کردم میام بقیه‌شو بهتون یاد میدم. اونجا مثلا چیز میکنه من کات میکنم با یک کات از پلیس که فرار کردم برمیگردم. بچه ها پلیس من ازش فرار کردم بعد اون پایین روی مپ بهتون لوکیشن میده که برید کجا یه خط زردیه اونجا بهتون لوکیشن میده که برید کجا. فکر کنم یه کوچولوش تو ویدیو الان چون که 30 فریمه میفته ولی مثلا من 60 فریمش کنم یکم بیشتر میفته احتمالا حالا کنه حالا بیشتر بیفته. بچه ها میبینید من تون میرم میخوام ویدیو خیلی طولانی نشه. ویدیو اولو ببینید 22 دقیقه بود با اینکه هیچ کاری نکردم مثلا مرحله نرفتم یه ماشین له کردم بعد تیونش کردم همین مگه نه اون 22 دقیقه شد این که مرحله سلام تا الان شده 18 دقیقه گفتم بچه ها 17 دقیقه ولی شد 18 دقیقه. بچه اینجا میاد که این ماشین رو تحویل به سیمیون بده برید جلو بچه اون پسر توپله پسر مایکله که توی مراحل بعدی توی پارتای بعدی بهش میرسه اینه جیمیه میزنید اسکیپ میکنید. حالا بچه اینجا میگه تو ماشین خودت اگه بخواید زرنگی کنید مثلا اونو سوار شید نمیشه با همین سفیده رو سوار شید. بعد الان که بریم بهتون سیف کردنش هم یاد میدم سیف کردن بازی هر کاری کنی سیف نمیشه. حالا من خودم تجربه کردم هر کاری میکردم سیف نمیشد فقط اینجوری سیف میشه مرحله اول. این واسه دوستان نسل 8 همونطوری که دیدید فعلا هیچ شخصیت مثلا باز نیست حتی فقط از زمینه پروفایلش اینجا پس زمینه پروفایل چی گفتم؟
اینجا میبرید ماشین رو میذارید تو پارکی. بعد اینجا یه فیلم دیگه داره، اسکیپ میکنید. الان رفت توی خونه بچه، همینجا توی همین اتاق خب میجن پس شد و اینجا دیپد سمت راست، خب یعنی دکمه این سمت راست که بزنید میاد میخوابه. لون بقیه هم سانتور کنید میخوابه. اینجا یه زد در یه ای بزنید، 2 تا بر بزنید، این سیو کنه بازیو. برید توی لود گیم، اگر که ببینید بازی سیو شده. الان میگم نشونتون میدم. اینجا توی گیم لود گیم اینا سیو شده. حالا 2 تا مال من اوتو سیوش فعاله. مال مثلا نسل 8 و مال من خودم یه بار بازی نسل 8 بود به هیچ عنوان سیو نمیشد. حتما باید همینجوری میکردی که اوتو سیوش هم حتی فعال نمیشد، یعنی فعال میشد، اینو حتما باید سیوش میکردی تا بقیه‌اش فعال شه. خب بچه این بود از اولین مرحله جی تی وی و این از ویدیوی ما. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره که باعث میشه ما بیشتر ویدیو بذاریم. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.